خب دوستان، ما قسمت دوم این کنفرانس هستیم و نفر بعدی که صحبت میکنن آقای محمد برزنجه هستند از کانادا و تم برنامه چالش‌های مدیریت دوران گذار هست که سندی توسط آقای دکتر مریدی مطرح شد و اصلا سندهای دیگه هم هست، طرحهای دیگه هم هستن که آقای حسین بر هم روش کار کرده و احیانا سازمانهای مختلفی راجع به این مطلب نوشتن. با امیدواریم که بتونیم این طرحها رو در یک جای متمرکز کنیم، حالا یک گروه تلگرامی تشکیل بدیم و اینا، و این بتونیم ظرفی درست کنیم برای همه عزیزان که بتونن اون نظراتشون اونجا بریزن و از همه طرح‌ها اطلاع پیدا کنیم و دوم اگه کسی به دیگه طرحی نقد میکنه دیگران بدونن اون نقد چیه و بتونن اون نقد رو حالا نقد بکنن. امیدوارم که این اتفاق بیفته. آقای برزنجه بفرمایید. با سلام و درود خدمت همگی دوستان، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من میرم رو اصل مطلب. ببینید دوستان، واقعیت اینه که برای گذار از جمهوری اسلامی حداقل 2 مدل مشخص در سطح سیاسی جامعه مطرح میشه. یک مدل اینه که ما بر اساس فرد، یعنی فرد محوری باشیم و همون مدل سال 57 تکرار کنیم که به طور مشخص پادشاهی خواهان این نظریه و مجاهدین خلق هم چنین نگاهی دارن، یعنی معتقدن باید یک فرد محور باشه و حول اون جمع بشیم و گذار کنیم. حالا عده‌ای میگن گذار، عده‌ای میگن سرنگونی، که اینم خودش تفاوت اساسی داره که ما اینجا وارد بحث نمیشیم. اونایی که گروه دیگه معتقدن باید ما یه نهاد ایجاد بکنیم، نهاد محور باشن و اون نهاد بیاد اون پروسه گذار در ایران انجام بده. واقعیت اینه پروسه که گروهی که بتونه گذار کنه از جمهوری اسلامی میتونه سیاستاشو به پیش ببره. اما مسئله عمده اینه که این به اصطلاح این نهاد چطوری شکل میگیره. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه ما احزاب بزرگ نداریم. اگه احزاب بزرگ داشتیم 4 تا 5 تا حزب با هم می نشستن و اون نهاد رو درست میکردن، مثل جبهه ملی دهه 30 یا دوران انقلاب مشروطه غیر مستقیم با هم هماهنگی کردن، میشد کار چنین انجام داد. نیست، احزاب بزرگ نداریم، احزاب کوچک خیلی زیادی داریم، خیلی هم تخریب میکنن همدیگر رو و هیچ کدوم هم کارایی ندارن. در این حال ما یک بخش وسیعی از فعالین منفرد داریم که نمونه‌اش هم اینجا میبینیم و همچنین شبکه‌ای داریم که جدیداً از نسل جوان شکل گرفته که اینا هم دارن فعالیت میکنن. فعالین منفرد هیچ علاقه به اون احزاب ندارن، احزاب نمیتونه اینا رو جذب کنن، شبکه‌ها با هیچ کدوم از این دوتا رابطه ندارن. و این مجموعه‌ای که ما داریم به ویژه در میان جمهوری خواهان این مسئله کلیدیه. حالا سوال این بود، مسئله این بود راه حل چیه؟ راه حلی که پیشنهاد شده همین راه حل شوراست، یعنی یک شورای به عده میگن شورای انتقال قدرت، شورای نمیدونم میگم مجلس سنا، اسمای مختلفی داره ولی مهم نیست. مهم اینه یک شورایی باید ایجاد بشه که وظیفه این شورا انتقال قدرت از جمهوری اسلامی به دموکراسی باشه، یا همون شورای انتقال قدرت باشه. حالا سوال اینه که این شورا چه شکلی میتونه شکل بگیر. یعنی سوالی که اغلب گروه‌های سیاسی مطرح میکنن، افراد مطرح میکنن، اینه که این شورا باید داخل و خارج کشور باشه. یه عده معتقدن باید مشترک باشه، یعنی نصفش خارج نصفش داخل کشور باشه. یه عده میگن جداگونه باشه. یه دلیل خاصی هم داره برای این کار. یکیش محدودیته، یعنی در داخل کشور محدودیت زیاده، فضا بسته است، در نتیجه برای انتخاب اون اعضا خیلی مشکل هست. در خارج کشور این مشکل وجود نداره، یعنی شما میتونی، امکانات فنی هست، ملاحظه تکنولوژی میشه حتی انتخابات برگزار کرد، فضای باز هست، میشه شعارهای مختلفی رو مطرح کرد، حتی شعارهای رادیکال تری مطرح کرد، در حالی که در ایران نمیشه. در نتیجه به گروهی معتقدن که ما باید 2 تا شورا درست کنیم، یکی در خارج داخل کشور، بعدا اینا موازی با هم کار میکنن، توی یک جایی با هم دیگه ادغام میشن. این یه طرحیه که مطرح میشه. حالا مسئله بعدی اینه که این مکانیزم این چه شکلی باید باشه؟ آیا یک مکانیزم انتصابی باشه یا انتخابی باشه؟
برای خارج کشور امکان انتخابی بودنش خیلی وجود داره، ولی برای داخل کشور خیلی مشکله و اینو دوستان داخل کشور هم مطرح میکنن، میگن شما برید کار خودتون رو بکنید، ما هم کار خودمون رو میکنیم، بذاری حداقل یه امیدی در جامعه ما ایجاد بشه که یک نهادی درست شده که این نهاد میخواد یک کار اساسی انجام بده. نکته دیگه که در رابطه مسئله دیگه هم هست، میگن ترکیبی باشه، یعنی بخشیش انتصابی باشه بخشیش هم انتخابی باشه، که اینم بستگی به اون داره که اون اعضایی که میخوان این نهاد رو درست کنن کدوم انتخاب بکنن، آیا کاملا انتخابی باشه یا ترکیبی، درصدیش رو به مثلا احزاب یا گروه مختلفی بدن و بقیه هم انتخابی باشه. اینو ما نمیدونیم، بستگی به اون تصمیمی که اون جمع بزرگ انجام میده. حالا مشکلی که ما داریم، میخوایم گام‌های بزرگ برداریم ولی حاضر نیستیم گام‌های کوچیک برداریم. یعنی بیایم از مرحله ساده شروع کنیم، یک گام اولیه برداریم، یه آیین‌نامه ساده بنویسیم و شروع کنیم به جذب افرادی که علاقه‌مند به این پروژه هستن. پروژه به نام تشکیل یک شورای 100 نفری یا 20 نفری، مهم نیست تعدادش، مثلا اینه یک شورای ایجاد بشه که اعتبار داشته باشه. اعتبار وقتی ایجاد میشه که یک سری افراد اینا رو انتخاب بکنن، و الا شورای افرادی که انتخاب نشن اون اعتبار نداره. در داخل کشور این مقدار فرق داره. داخل کشور افراد رفتن زندانی کشیدن و از اون طریق اعتبار کسب میکنن، خیلی متفاوته. ولی در خارج کشور باید به این شکل باشه. اما مسئله عمده اینه که آیا بر اساس یک متن تا از پیش آماده شده میشه این شورا رو درست کرد؟ با توجه به تجاربی که در 20 سال گذشته بوده، حداقل اتحاد جمهوری خواهان، همبستگی جمهوری خواهان، جمهوری خواهان دموکراتیک و لایک، حداقل 3 تا شورای مدیریت گذار، 4 تا شورای تصمیم، 5 تا 6 تا نهاد به این شکل گرفته و هیچ کدومش موفق نبوده. این در خیلی به اصطلاح نمونه خیلی خوبیه که این مدل از کار به ویژه در خارج کشور اصلا جواب نمیده. یعنی شما بیایید یک متنی رو آماده کنی، اون متن همه توافق کنن، بعد بری از اون افرادی که اون امضا کردن یه تعداد رو انتخاب بکنی به عنوان شورا و اون شورا تصمیم بگیره برای گذار چه کارایی انجام بده. حالا ایده ای چطور شکلیه؟ ایده اینه که بیایم برعکسش عمل بکنیم، یعنی بیایم اون افرادی که علاقه‌مند به این پروژه هستن بیایم همه رو با هم دیگه در یک نهاد دموکراتیک کنار هم بذاریم. برای اینکه این نهاد دموکراتیک ایجاد بشه ما یک سری افرادی میخوایم که بی‌طرف و دموکراتیک باشن، یک نهاد حقوقی. البته من صحبت کردم شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک حاضرن در این پروژه همکاری بکنن، یعنی حاضرن نظارت بکنن، کمک کنن، راهنمایی کنن که این نهاد درست بشه. یعنی یک نهادی که از پای شکل میگیره، افراد میان عضو میشن، بعد از طریق صحبتایی که میشه، اولین کاری که گام اولین یه آیین‌نامه ساده بنویسن که این خودش چطوری کار بکنه، این نهاد ساده چطوری کار کنه. بعد مرحله بعدی این نهاد چطوری بیاد یک نهادی رو بسازه که مثلا 100 نفر انتخاب بشه، شیوه تعداد افراد چند نفر باشه، انتخابات به چه شکلی باشه، انتصابی باشه یا ترکیبی باشه یا انتخابی باشه. اینا رو همه از پایین افراد، مثلا این جلساتی که ما میشینیم دونه بدون صحبت میکنن، با این تفاوت که نمیایم صحبت کنیم، کتبی نوشته، طرح‌ها نوشته میشه، کوتاه یک صفحه‌ای حداکثر نوشته میشه، هر طرحی، هر ایده‌ای و آیین‌نامه کوچیک ساده نوشته میشه و بر اساس اون میایم چیکار میکنیم، اون ساختار اولیه رو میسازیم. و این مدله. اما راه حل همینه که ما 2 تا مکانیزم میتونیم داشته باشیم، یک مکانیزم برای داخل کشور، یکی خارج کشور، که در خارج کشور میشه کاملا انتخابی باشه و هیچ مشکلی، هیچ معذوراتی نداره و میتونیم از امکانات تکنولوژی و حتی مؤسسات استفاده کنیم. بعد متن نهایی رو بذاریم که اون نهادی که شکل میگیره چیز کنه، به تصویب برسونیم. ما میتونیم به صورت طرح‌های پیشنهادی مطرح بشه، ولی اون نهادی که تشکیل میشه، اون 100 نفر بیاد یا اون جمع کلی، چه بسا اون جمع چند هزار نفری بیاد و رو اون طرح‌ها نظر بده، 5 تا 3 تا طرح رو انتخاب میکنن، بعد میره اون شورای 100 نفره. اون شورای 100 نفره مثل تقریبا مجلس مؤسسان کار خودشون میکنه، اون متنی که باید برای گذار طراحی بشه اونجا نوشته بشه. اگر دقت کنی
مسئله عمده الان هست. الان تلاشگران هستن، همگرایان هستن، ائتلاف همگامی هستن. هیچ کدوم از اینا تا حال نتونستن اون جمع وسیع و ایجاد بکنن. ما اگه یه مقدار ذهنیتمون رو عوض بکنیم و تلاش بکنیم که نیروهای جوان رو وارد عرصه این کار بکنیم، اونا هم توانایی رو دارن، هم خلاقیت رو دارن، هم تکنولوژی رو بلدن و میتونن استفاده کنن. به هر حال بحث من همزمان راه حل بود در عین حال برای اینکه بخوایم این مسئله رو حل بکنیم. اگه این شورا در داخل کشور حل شکل بگیره، ما مشکل آنچنانی نداریم. اتوماتیک جامعه جمهوری خواهان ممکنه بخشیش خیلی زیادی از اون حمایت کنه، اون رشد بکنه، ولی با این بس ما در خارج کشور میتونیم اون نهاد دموکراتیکی درست کنیم، هم قوت قلبی برای داخل کشور، هم تمرینی برای دموکراسی، هم تمرینی برای اینکه با همدیگه کار مشترک انجام بدیم، با دیدگاه‌های مختلف کار بکنیم و اون نهاد حتی میتونه بمونه. همچنان که ما دیدیم کنگره ملی آفریقای جنوبی، کنگره ملی هند هم بعد اینکه حکومت‌ها عوض شد اعتبار داشتن و موندن و کار میکنن و ما میتونیم چنین نهادی رو درست کنیم. مرسی، خیلی ممنون. خیلی متشکرم جناب برزنجه و ممنون از طرحی که دادید. من طرحی بسیار جالبی هستن و قدم به قدم فرمودید که از کجا میتونید کار رو شروع کنید. تقریبا هم درسته. ما یک اکسپرشن هست میگن همه ساختمون های بزرگ با گذاشتن اولین آجرها درو شروع میشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته و من پیشنهاد میکنم که یک گروه تلگرامی به وجود بیاد که نقطه شروع این بحثا باشه. دوستانی که علاقمند هستن که اسمشون به این تلگرام اضافه بشه، لطفاً با شماره تلفنی که من توی چت میگذارم تماس بگیرن و اعلان همکاری بکنن، علاقمندی بکنن که لااقل اسمشون در گروه تلگرامی باشه و بتونن در اونجا طرح خودشون رو مطرح کنن. نفر بعدی در لیست هست، بذاریم من نگاه کنم. آقای انور میرستاری، بفرمایید. آقای میرستاری. با درود به شما همایون جان گرامی و همه دوستان گرامی که تشریف دارن و سپاس از اینکه به من اجازه دادیم برای اولین بار در برنامه شما شرکت کنم. دوستان، یه 2-3 دقیقه پیش فهمیدم که یکی از دوستان همه ما و یکی از جمهوری خواهان و از بنیانگذاران به اصطلاح جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لاییک ایران و یه مبارز لاییک، آقای شیدان وثیق، درگذشتن متاسفانه و این برای خود من یه ضربه بزرگی بود و یه مقدار افکار منو به هم زد، به هم ریخت. اینه که شاید صحبتام زیاد با همدیگه چیز نداشته باشه، چی میگن، تناسب نداشته باشه، ولی منو ببخشین چون من حدود 15-16 ساله که با ایشون همکاری میکنم در جنبش جمهوریخوان دموکرات و لاییک ایران و هنوزم نمیدونم چه جوریه و به چه صورت این اتفاق افتاده. به هر حال حالا میریم به موضوع. در سخنرانی ها معمولا وقتی 9 نفر 10 نفر سخنران داریم، معمولا به ویژه در اینجا چون هممون هم فکریم، تقریبا مثل هم فکر میکنیم و با هم سالهاست صحبت میکنیم، همه حرفا رو اون نفرهای اول میگن. در نتیجه صحبت های من زیادیش تکراریه، ببخشین. خیلی از حرفای من خود از آقای مرید و حسین بور گرفته تا آقای برزنچی که الان آخرین نفر بودن صحبت کردن گفتم، ولی منم سعی میکنم اگه تکراری بود منو ببخشین. قبل از اینکه وارد بحثم بشم، آقای آرسن نظریان گفتن 3 تا جریان عمده جمهوری خواهی هستن که فعالیت میکنن. میخواستم به عرض همه دوستان برسونم یه جریان 4م هم مدتی درست شده که بعضی از شماها هم نهادهاتون اونجا هستن و اونم بازم اتحاد بعضی نیروهای جمهوری خواهی به اسم کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران. اینم 4مین جریانیه که شکل گرفته و داره فعالیت میکنه.
حالا قبل از اینکه صحبت خودم رو شروع کنم اینجوری میخوام بگم که ما کلا جمهوری خواهان سر دو واژه با هم مشکل داریم، اختلاف میفته اینا، و اونم همونجوری یکی از دوستانم گفتن، واژه سرنگونیه و یکم گذر، به اصطلاح گذر یا گذار یا برچیده شدن. این کلمه گذارم از زمان خاتمی مد شد، وقتی که یه عده به این نتیجه رسیدن که میشه با اصلاحات هم کار کرد. ولی اونم که سرنگونی طلب بودن کوتاه اومدن، برای اینکه تو لغتنامه ده خدام نگاه میکنی هر دو به یه معنی هم. اما در اصطلاح بین ایرانیان گذار اونی که سرنگونی اونی که کلیت جمهوری اسلامی رو میخواد، و این به اون معنی نیست که حتما طرفدار توپ و تفنگ و کشت و کشتار و نارنجک و خشونت هستن، چون بلافاصله کسانی که طرفدار گذارن طرفداران سرنگونی رو به اینا متهم میکنن. نه، فقط سرنگونی طلبا میگن که جمهوری اسلامی کلیتش باید بره، اصلاح پذیر نیست. حالا سر اینا نباید بحث کنیم. حالا کسی به گذار اعتقاد داره یا با سرنگونی، باید با همدیگه کنار هم بشینیم، قبول کنیم و روی برنامه با هم صحبت کنیم. برنامه مهمه، چون به نظر من هر دو این گروه ها امروزه بعد از شعار این که گفتن اصلاح طلب، نمیدونم اون یکی اصولگرا دیگه، تمام ماجرا، همه دیگه به هم نزدیک شدن. جمهوری خواهان فهمیدن که اصلاح طلبی جایی نداره. بعد من اولین باره، ولی آقای فاطمی فرمودن که هفتمین جلسه است. شاید در این 6 جلسه اول صحبتهایی در مورد این که چگونه این حکومت رو سرنگون کنیم صحبتهایی شده. من نمیدونم، اگه هم نشده امیدوارم که یه جلسه برای این باشه، یعنی همون بحثی رو که آقای آل پیام پیش کشیدن ولی خودشون رفتن. یعنی اون حالا گفت یه خونه خرابه خریدیم، من میخوام بگم یه زمین داریم میخوایم در اونجا ساختمون بسازیم. اول باید فکر سیمان و تیراهن و سنگ بنا باشیم، یعنی بگیم که جمهوری اسلامی چگونه باید بره، که بعد مرحله دوم باید صحبت کنیم از کاغذ دیواریش، نمیدونم لوله کشی، کجاش دستشویی باشه، کجا نمیدونم اتاق نشیمن باشه، ابن از اونم صحبت میکنیم. ولی مهم اینه که در درجه اول این چجوری بره. سر اینه من دیگه اون بحث باز نمی کنم چون دستور جلسه امروز نیست. آقای فاطمی زاده وقتی برایم دعوت نامه را فرستاد، یه متنی هم فرستاد، تفاهم نامه، که امشب فهمیدم جناب آقای دکتر مریدی زحمت کشیدن اینو نوشتم، که خیلی هم از ایشان سپاسگزارم. میتونه مبنای خوبی باشه، ولی من خیلی جاهاشا رنگامیزی کردم. دوست دارم الان فکر نکنم 4 دقیقه بیشتر وقت داشته باشم، دوست دارم سر فرصت یا با ایشون یا تو همین جمع ها صحبت کنیم با هم دیگه. این شورای گذار در واقع همون شورای انقلابی که ما سال 57 هم داشتیم. محتواش ممکنه آدماش فرق کنه، اونجا آخوند بودن، اینجا همه لایک هستیم، ولی ما یه همچین تجربه رو سال 57 داشتیم. همون شورای انقلاب بود که اینجا میگه که از احزاب و نهادها و سندیکا اینا و تشکل‌های مدنی تشکیل خواهد شد. ولی من متاسفانه اینجوری فکر می‌کنم که همه این احزاب و سندیکاها به این نخواهند پیوست. ولی به هر حال کسانی که بتونن جمهوری اسلامی را سرنگون کنن، در کنار مردم باشن، که معمولا هم در داخل کشور نه در خارج، اونایی که حکومت سرنگون میکنن همونها این شورای انقلاب رو، شورای گذار رو تشکیل خواهند داد. ما فقط خبر سرنگونی جمهوری اسلامی رو خارج خواهیم شنید، ولی چی میگم، کل این برنامه رو دوش دوستان و هموطنان ما در داخل کشور خواهد بود، وگرنه ما در خارج کشور هم برای خودمون پادشاه داریم و هم رئیس جمهور خانم مریم رجوی رو داریم. پس این ملت ایران در داخل کشورن که هم سرنگون میکنن و بعد از سرنگون شورای خودشون رو درست میکنن و اون شورا تلاش میکنه هرچه زودتر دولت موقت یا دولت گذار را درست کنه، که در ایران یادمون باشه دولت موقت بازرگان بود، یعنی اصولش درست پیش رفته بود. دولت موقت ما باید داشته باشیم. بعد من
نمیدونم ایراد بگم یا باید از ایشون بپرسم دلیلشو. آقای موریدی ایشون هم دولت موقت رو داره، هم شورا رو داره، کنار هم کار میکنن. به نظر من وقتی دولت موقت درست میشه دیگه شورای موقت، شورای انقلاب باید منحل بشه، باید بره کنار. اون دولت موقته که میره مجلس مؤسسان و یعنی مراحل و روند برگزاری تشکیل مجلس مؤسسان رو انجام میده، یعنی وزیر کشور، نمیدونم سخنگوی اون جمع فلان، اینا که اینا میان مجلس مؤسسان و انتخابات برای مجلس مؤسسان در ایران را میندازن. و بعد در این نوشته هنوز مجلس مؤسسان تشکیل نشده و حکومت تعیین نشده، از حکومت استانها صحبت میشه، یعنی یه نوعی فدرالیسم. هنوز که ما به اونجا نرسیدیم. حتی ما در این فاصله لازم نیست بگیم که ما جمهوری خواهیم، ما نمیدونم فلان هستیم. ما فعلا یه دولتی داریم گذر میکنیم، بریم تو مجلس مؤسسان که ببینیم اونجا اون مجلس که نمایندگان واقعی ملتن چه نوع حکومتی رو میخوان انتخاب کنن و خود ماها تلاش میکنیم که حکومت جمهوری باشه. بعد یه سری مسائل دیگه هم اینجا پیش اومده ببینم. پس مسائل اتنیکی و اینا که میگه زبان مردم و فلان، اینا همه اونا مال مراحل بعده. ولی شورای انقلاب کاری که میتونه بکنه از همون روز اول احترام به حقوق بشر و لغو اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و مسائل مثل شکنجه اینا که همه تو اون کرامت انسانی هستن، آزادی به اصطلاح ادیان و مذاهب و جدایی تمام به اصطلاح ادارات، حالا اون موقع که هنوز دولت هم نداریم، از مسائل مذهبی و دینی هستش. بعد همونجور که آقای پورمن به درسته گفتم، منم خط کشیدم، تو این نوشته آقای موریدی هیچ اشاره‌ای به اون مقام ریاست جمهور نمیشه. یعنی اصلا معلوم نیست رئیس جمهور کی انتخاب میشه، چجوری انتخاب میشه و میخواد چیکار کنه و احتمالا خیلی از کارها رو اختیارات هم به نخست وزیر داده. بعد یه جا میگه که این اعضای دولت گذار نمیتونن نامزد مجلس مؤسسان بشن. من نمیدونم چرا نباید بشن. یه نفر اومده در دولت موقت فعاله و بعدم مجلس مؤسسان تشکیل میشه. چقدر هم خوبه که همین آدم فعال اونجا، اگه مردم بهش رأی دادن، اگه رأی آورد، همونجا هم به اصطلاح شرکت کنه و در نوشتن قانون اساسی سهیم باشه. بعد آقای مرید میفرمان یه صندوق همبستگی درست بشه. آخه از فردای سرنگونی جمهوری اسلامی ما هنوز هیچ نمیدونیم پولا کجا هستن، چیکار کنیم، صندوق رو کجا درست کنیم تا این صندوق به همه هم بره کمک کنه. اینا به نظر من وظیفه اون شورای موقت اینا نیست. بعد بازم میگن که این شورا یا این دولت موقت باید کار و بهداشت و تحصیل و مسکن و همه شهروندان رو تضمین کنه. دولت موقت که هنوز نمیتونه برای مردم خونه بسازه. دولت موقت همون اداره موقت کشوره که شیرازه و امنیت کشور به هم نریزه، مردم سر کارشون برن، حقوقشون رو سر برج بگیرن و کشورهای خارج احتمالا به ایران حمله نکنن و اگر کسانی هستن که از موقعیت میخوان به اصطلاح سوء استفاده کنن، هرج و مرج پیش بیارن و تجزیه پیش بیارن، جلوی اینا رو بگیره. البته من منظورم از این تجزیه طلبها به هیچ وجه احزاب کردی و بلوچی و عرب و آذربایجانی، همه دوستان که آقای حسین بور هم خوب میشناسه و منم به همشون ارادت دارم، اینا نیستن. ولی به هر حال ممکنه کسانی بخوان شیطنت کنن و به اصطلاح از این کارا بکنن و این دولت موقت در امن و امان مجلس مؤسسان تشکیل میده. مجلس مؤسسان که قانون رو نوشت، بعد آقای مدید به خوبی یه جدولی، البته نوشتهشو من جدول کردم خیلی خوب، که دولت گذار مجلس مؤسسان تشکیل میده در عرض یه سال. میگن ببخشید من خیلی صحبت کردم، پس یه دقیقه تموم میکنم. من خیلی پررویی کردم آقای فاطمه، خیلی لطف کردین. یه دقیقه هم به من فرصت بدین من تموم میکنم.
اجازه حالا یه میدین؟ دقیقه دیگه لطفا جنبندی بفرمایید. مرسی. جنبندی نمی کنم، همون صحبت این جدولی که درست کردم از فرمایش آقای مریدی. ایشون میگن که این دولت موقت 1 سال وقت داره مجلس مؤسسان تشکیل بده. خیلی خوبه، درسته. حالا ممکنه همون موقع بگن نه 6 ماه باشه یا 2 سال باشه، من کار ندارم. بعد مجلس مؤسسان خودش 2 ماه فرصت میخواد تا یه عده وکیل و دانشگاهی و متخصص بیاره بشینن قوانین رو بنویسن، که به نظر من این اصلا لازم نیست، برای اینکه ما به کسانی رأی دادیم که رفتن مجلس مثلا که خودشون همین چیز رو دارن، لیاقت رو دارن، یعنی یا حقوقدان هستن یا دانشگاهی هستن. ما از خیابون که ملت رو پیدا نکردیم آوردیم اونجا. پس این 2 ماه لازم نیست. بعدم که نوشتن میگن که اینا 3 ماه وقت دارن که این نوشته ها رو به در اطلاع مردم بذارن، 3 ماه یا 2 ماه که مردم بخونن، رسانه ها، خبرنگارا، سیاسی ها اینو تصحیح کنن، تکمیل کنن، ایراد بگیرن. اونم که تموم شد همه نوشته این مدت، دوباره مثل این که همین مجلس 4 ماه وقت داره، 4 ماه یا 2 ماه وقت داره که دولت جدید و مجلس رو وقت دارن که مجلس شورا و سنا رو انتخاب کنن، که من مخالف مجلس سنا هستم شخصا و فکر میکنم مجلس شورای ملی برای ما کافیه. و جناب بعد میرستاری، زمان شما چندین دقیقه است که همین در گذشته. 2 ماه مرسی. آیندهش هم میگه که مجلس نخست وزیر رو انتخاب میکنه. تا اینجا خیلی خوبه. منتها و اینجا دولت موقت هم که دیگه تموم میشه، منتها از اینجا به بعد دیگه جای رئیس جمهور رو همونجوری گفتم نداریم متاسفانه. ببخشید که زیاد صحبت کردم و به خیلی همه ممنون، دوستان خیلی و متشکر. بازم به همه دوستان در گذشت شیدان وثیق رو تسلیت میگم. مرسی، ممنون. ما هم تسلیت به شما و تمام دوستان و هوادارانش رو عرض میکنیم و امیدوارم که بتونین باقی صحبتاتون رو در اون گروه تلگرامی که به زودی به وجود میاد مطرح کنید تا افکار مختلف صیقل پیدا کنن. من فکر کنم آقای دکتر مریدی هم این ادعا نکردن که این طرحشون کامل و فاینال تمام هست و ایشون فقط این رو به عنوان پیشنهاد مطرح کردن که از سوی شما عزیزان و دیگران مورد نقد قرار بگیر و امیدوارانه یک سند محکم و خوب و کامل رو ما بتونیم به وجود بیاریم. نفر خیلی بعدی. موضوع میخوام. من ارزش کار آقای مریدی رو پایین نیاوردم، گفتم این میتونه مبنا باشه، خیلی هم بله خوب بله کاملا. مطمئن نه نظراتی منم من نگفتم داشتم شما که چیزی ممکنه گفتید. مورد قبول جمعم دوست نباشه. دارید. بله مهم نیست. کاملا. در مورد اون گروه تلگرامی هم شما همه شما که اینجا هستین عضو یه گروه تلگرامی هستین که من حدود 7-8 سال درست کردم، از اون موقعی که خیلی از جمهوری خواهان از جمهوری ناامید شده بودن، به سمت رضا پهلوی اینا میرفتن، به اسم جمهوری ایران. یه اسم کم و بالام نداره، حدود 500 نفر عضو داره. همه شما فکر کنم اونجا هستین، هر چی میخواین اونجا میتونین بنویسین و اونجا میتونیم با هم گفتگو کنیم. سپاسگزارم. مرسی، ممنون. ولی ما قرار شد که یه گروه تلگرامی درست کنیم فقط تخصصی برای مدیریت دوران گذار که بحثا متمرکز بشه رو اون موضوع. هر کسی هم در هر گروه تلگرامی و واتساپی که هست که باشه و دمشون هم گرم که هستن و این هم گروه مختلف هستن. ولی اگه بتونیم یه کارگروه مشخصه گروه تلگرامی درست بکنیم که تمام دوستان مشخصا تو اون گروه مطلب بنویسن و لطفاً هم اونجا تبلیغات ویدیو کلیپی های مختلف رو نگذارن، خیلی ممنون میشه. نفر بعدی آقای خاکساری هستن. بفرمایید آقای خاکساری. من صدای من میاد آقای؟ بله صدای شما میاد، تصویر شما هم هست، بفرمایید. من سلام دارم خدمت عزیزان حاضر در اتاق و به یاد شهدای راه آزادی از 16 آذر یا قبل از اون و بعد و تا کنون و بعد از اون. عرضم به خدمت ما همطور آقای کردی که مثل که داره
قتل‌های زنجیره‌ای تکرار بشه. ببخشید. حقیقت من یه مطلبی رو تهیه کرده بودم اول به نام از فرازهایی از کتاب توصیه به مثال آزادی برای سن آمرتین که توصیه میکنن دوستان این رو بخونن. قرار بود اون رو بگم، ولی با توجه به صحبتی که آقا مایون کردن فاطمه زاده که در مورد بی‌تفاوتی هم هست که واقعا یک از مشکلات ما الان، من خودم ارتباطم که دارم با برخی از دوستان همین رو حس میکنم، حتی در خارج هم حس میکنم. حالا میخوام ببینیم این برای یک از نگاه مثلا فهم من بده که حالا ممکنه یه فهم دیگه دوستان داشته باشم. این بررسی بی‌تفاوتی اجتماعی در برابر تغییرات سیاسی. یکی از بزرگترین دلایل بی‌تفاوتی نسبت به مسائل کلان سیاسی ما دقیقا میدونیم بحران شدید اقتصادی، فشار معیشتی در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه برای پرداخت اجاره خونه، تأمین غذا، دارو، هزینه آموزش، حتی گذران زندگی روزمره با مشکلات مواجه هستند. توجه به تغییرات سیاسی مبارزه برای براندازی براشون اولویت نداره. در ایران امروز تورم بالا، بیکاری گسترده، کاهش ارزش پول و نبود امنیت شغلی باعث شده که مردم بیشتر به بقای فردی و خانوادگی فکر کنند تا تغییرات اجتماعی و سیاسی. بسیاری از خانواده‌ها نگران هستند که در صورت ناآرامی سیاسی وضعیت اقتصادشون چطور میشه. عرضم بخوان به جای اینکه پیوستن به گروهای سیاسی ترجیح میدن که سکوت کنن و ببینن چی بشه. از سوی دیگه حکومت هم آگاهانه همین شرایط رو دنبال میکنه و کنترل میکنه و با سیاست سرکوب اتحادیه‌های کارگری، کنترل دستمزدها، عملاً با عرضم بخوام با تغییرات فردها. حالا میدونی حکومت ارزم به خدمت با فقط در این شرایط با سرکوب مونده. بنده هم نظرم چند بار گفتم، حالا از الهام گرفتم از جامعه شناس هانا آرنت که گفته تا زمانی که سرکوب وجود داره این حکومت دیکتاتورها میمونن. اولین کاری که به نظر من اپوزیسیون بعد از انجام بده یک روزنه ایجاد کنه. اگر این روزنه ایجاد بشه مثل زمان شاد، بعدیش دیگه اعتراضات خیابونی رو میان. حالا راه حلی که به نظرم میرسه اینه که یکی که پیوند بزنیم ما مطالبات به حساب سیاسی رو با اقتصادی، یعنی الان که درگیرن مردم الان با گرانی، برایشون این نشون بدیم که این بحران‌ها مستقیما نتیجه ساختار سیاسی حکومت هستش و به اونا بگیم که بدون تغییرات این حکومت ما نمیتونیم هیچ بهبودی رو انجام، نه کارگران، نه معلمان، نه سایر اقشار با توجه به این ساختار این حکومت و سیستمش نمیتونم بهبودی برسم. من خودم در داخل بودم و از نزدیک با تمام مسئولین صحبت کردیم. جناب خاکساری عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع میکنم. امروز تم جلسه چالش‌های مدیریت دوران گذار هست. لطفاً روی این موضوع متمرکز بشید. خیلی ممنون که چگونه این مدیریت رو چجور گذار کنیم. سند آقای دکتر موریدی چی میشود؟ خودتون طرحی دارید، برنامه‌ای دارید، لطفاً اینا رو بپردازید. مرسی. بله، این که برای اینکه ما این چالش ها را حمایت کنیم اول باید تشکل‌های داخل حمایت بکنیم. مثلا اگر کارگران، معلمان، پرستاران و اینا دانشجویان اعتراضاتی کردن اونها رو انجام بدیم. و دوم این که
این که راه حل من اینه که کاهش هزینه‌های مشارکت رو انجام بدیم. به نظر من که بارها نوشتم و از بزرگان آوردم، به نظر من بهترین راه حل تو این جریان که بتونیم باید اپوزیسیون روی جریان اعتصاب کار بکنه که بتونه مدیریت مشترک رو اعتصاب کار کنه. چون که نگاه کنید حکومت برای سرکوب دوره دیده ولی برای به حساب اعتصاب این دوره ندیدم. این به نظر من این یک تاکتیکه که و اما برای این کار ایجاد به حساب ائتلاف حداقلی هست. ببین اکثر ائتلاف‌ها که من بارها گفتم خدمتون شکست خوردن و باعث شدن که جدا بشن حد اکثریه. یه عده میگن آقا براندازی، باقی دیگه گزار طلبن، باقی دیگه نم فلان. تمام بیام روی چند تا اصول که عمومی در تمام اونا مثل دموکراسی و عدالت و تمامیت ارضی و لایک، همین چند مورد کوتاه، هر چقدر اینا رو ما زیادتر کنیم اختلافاتمون زیادتر میشه و اینه که ارزم بخدمت نتیجهش اینه که برای گذار این کار ما ارزم به خدمت شما این برای این کار ما ارتباطاتمون خیلی ضعیفه. یعنی یکی از مشکلاتی که الان اپوزیسیون داره اینه که بسیار ارتباط خیلی ضعیفی ارزم به خدمت شما اپوزیسیون داره. یعنی دو جلسه که صحبت میکنم با هم دیگه جلسه سوم میرم و یا مسئله دیگه که این مدیریت چالش وجود داره متاسفانه قهر کردن از گروه هاست که آقا این به درد میخوره بریم دومین درست میکنم همین مسئله انجام میشه. اگر روی پلتفرم مشخصی رو که مثلا همین جریان آقای به حساب مریدی این یه پیشنویسه، خب بگیم آقا این پیشنویس مثل پیشنویس قانون اساسی، آقا این پیشنویس موجوده هستش، خب این پیشنویس که موجوده چه چیزایی لازمه بیا نقداشو بهش اضافه کنیم، گروه ها بگن بیان صحبت بکنن روی این انجام بدن اصلاح کنن، بعد به طور کلی همه رسیدن به یک به حساب پلتفرم مشخصی برسن که دیگه همه این حول این پلتفرم متاسفانه ایده‌ای که وجود داره برای برخی از من دیدن که جا میگن که هر گروهی بره برای خودش کار بکنن در یک جایی به هم میرسن و این یک جا به هم رسیدن 44 سال به هم نرسیدن. غیر از این که ما این ارتباط مثلا الان همگامی چند تاست و یکی دیگه پروسه که من پیشنهادم اینه که روی یک پروژه های مشخص این گروه ها بیان با همدیگه یک مثلا همگامی هست، نواندیشی هست، جای دیگه یک پروژه مشخص رو مثلا همین علی کردی که طور شده محکومیتش همه با هم دیگه یه بیانیه بدن ولی اول یک پیشنویس زده بشه به اطلاع اینا داده بشه مسئولینش مثلا، بعد اینو بدم این نشون میده بارا روی لطفاً جمع‌بندی بفرمایید یک دقیقه بیشتر. آره روی این مشترکات پروژه ها این باعث میشه که این اختلافات کاهش میافت. هر وقت ما به این جمع‌بندی رسیدیم که من آخرین کلامم که به نظر من روی پروژه زندانیان روی سه شنبه ها روی این تمرکز کنن، هیچ کس نمیتونه بگه آقا سه شنبه های زندانی مخالفت بکنن و این تمام گروه ها رو با هم اشتراکاته و این بیانی ها اهم. خیلی ممنون، تشکر از شما. خیلی متشکرم جناب خاکساری، ممنون که مثل همیشه در این کنفرانس ها شرکت میکنید و فعال نظراتتون رو میگین. ممنون. خیلی خوشحال میشدم که طرح مشخصتون رو روش کار بکنید و در این گروه تلگرامی که به وجود میاد اون رو بنویسید و منتشر کنید. مرسی، ممنون.
نفر آخر و عزیز ما جناب آقای محمد آسانگران از آلمان، بفرمایید. با اگر درود به ممکنه شما قبلش هم آقای چند ثانیه خودتون رو معرفی کنید که دوستان دیگه هم بدونن که شما هم اهل کردستان هستین که از مبارزین قدیم جنبش آزادیخواهی هستید و از کمپ چپ تشریف میارید. بفرمایید. با درود به شما که این زحمت رو کشتی و با درود به همه عزیزانی که این بحث رو الان گوش میدن یا بعداً گوش میدن یا میبینن. به هر حال من مثل بقیه دوستان از اون نسل 57 که اون دوره افتادیم تو مسائل سیاسی و دیگه رفتیم تا حالا ادامه دادیم و اون فحاشی های علیه 57 یا شاملمون خواهد شد. خب من از همین اولین جملات آقای فاطمی زاده شروع کنم که گفت اگر قرار باشد جامعه ایران به هرج و مرج منجر بشه چه بهتر که جمهوری اسلامی بمونه. میگم خب این یه تصوره، اینطوری نیست که ایشون دوست داره جمهوری اسلامی بمونه، ولی تصوریه که احساس خطر میکنه، میگه باید یه کاری کرد که این هرج و مرج ایجاد نشه، جامعه سر جای خودش بمونه. تصورات مختلفی هست از آینده ایران، منتها این تصورات مختلف خیلی خلاصه اگر بخوام بگم اینه که یکی اساسا میگه باید کاری کرد که قدرت آینده بعد از جمهوری اسلامی دموکرات باشه، دموکراسی باشه. یکی فکر میکنه که با خشونت میشه همون روش خمینی اسلامی رو این دفعه با روش ملیگرایی افراطی پیش ببره. یکی میخواد که در مقابل این خطر تکرار نوع دیگری از خمینی رو تدارک ببینه که اون اتفاقات نیفته و هر کسی بر اساس تصور خودش داره به یه طرحهایی فکر میکنه و خیلی هم هستن از تو جریانات راست مخصوصا خیلی زیادن از تجزیه ایران میترسن. یعنی تمام طرحهایی که الان تا حالا دیدم من از جریانات راست بدون استثناء یک شیطانی وجود داره، حالا کی هست مهم نیست، اکتیوش کیه، ولی هست. این شیطانه هست، میخواد ایران رو تیکه پاره کنه و این در میان اپوزیسیون جهان امروز نمونهشو پیدا نمی کنی تو هیچ کشوری بجز ایران. نگاه کن کشورهای مختلف و دیکتاتورهای مختلف و معترضین مختلف و اپوزیسیون مختلف تو دنیا خیلی زیادن، ولی هیچ کس به اندازه ایرانیا هم حکومتش و هم اپوزیسیونش از شیطان تجزیه مردم را نترسونده و از شیطان هرج و مرج مردم را نترسونده. دوران شاه اینطوری بود، دوران رضا شاه اینجوری بود، دوران خمینی هم اینجوری بود، الان اینجوریه. ظاهرا آینده هم همین طرح داره ادامه پیدا میکنه، حالا یکی با نیت خوب یکی با نیت بد. بحث اینه که ما با چی مواجهیم؟ چرا فکر میکنیم جامعه ایران یه تعداد آدم هستن هر کسی میخواد یه تیکه پاره‌ای برای خودش ورداره و دیگه به فکر منفعت عمومی جامعه نیستن؟ این تفکر به وجود اومده، این واقعی نیست، زمینه واقعی هم نداره. تا حالا تا امروز هیچ جریان جدی سیاسی رو در ایران نمیتونی پیدا کنی که بیاد بگه من میخوام هرج و مرج ایجاد کنم یا میخوام من ایران رو تیکه پاره کنم. نه راستش نه چپش وجود نداره چنین چیزی. فقط این یک ذهنیت مخربه برای اینکه بتونن تفرقه ایجاد کنن. بالایا گفتن، اپوزیسیون هم عملا به این مرض دچار شده. بنابراین اگر میخوایم در مورد خطرات دوران گذار حرف بزنیم، قبلش ما با یک سوال مهمتر مواجهیم. به نظر من قبلش اینه خطرات
چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی ما اول مواجهیم. آیا دولت ها اینو سرنگون میکنن با جنگ و بمباران و تخریب جامعه؟ مردم میان انقلاب میکنن، قدرت دست به دست میشه، رژیم چنج اتفاق میفته، یک جناحی از رژیم میاد جناح دیگر رو کنار میذاره. اینا خطرات امروزن، باید به حال اینا فکر کرد، چون هر کدوم از اینا اتفاق بیفته اون چالش های بعد از جمهوری اسلامی نوعش فرق میکنه و ما نمیتونیم الان یک داروی همه فن حریفی رو اختراع کنیم که جواب همه اینا رو بده. اگر اومدن بمباران کردن و جامعه رو تخریب کردن، اون بلایی که سر عراق آوردن حالا ممکنه مثل لیبی بشه، چه میدونم، نرن لشکرکشی کنن مثل عراق. اون موقع چیکار میکنیم؟ اگر انقلاب شد چالش ها چجوریه؟ بحث اینه که ما با عنوان اپوزیسیون وظیفه‌ای که داریم اینه که مردم رو عامل اصلی و محرک اصلی برای تغییر و تحول جامعه فرض بگیریم و این مردم متشکل هستن از جنبش‌های مختلف. تمام بحثایی هم که تا حالا من شنیدم، نه امروز، همین این چند سال اخیرم دقت میکنم، اپوزیسیون چپ و راستش از این حرف میزنن که چه کار بکنیم که با هم متحد بشیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، یا نه تنها خودمون بریم جای جمهوری اسلامی رو بگیریم. یعنی کمتر به این ارجاع داده میشه که اون یک جامعه است با طبقات مختلف، با افکار مختلف، با جنبش‌های مختلف و این جنبش‌ها هر کدوم نقش خودشون رو برای آینده ایران یه طور دیگه ای تعریف میکنن. حالا من بگم تصورم چیه و چیکار باید کرد. من تصورم اینه که هیچ اتحاد همه با همی شکل نخواهد گرفت. ارادم نیست. اگر میشد خب خیلی راحت‌تر بود کارمون، ولی با اراده نمیشه کاری کرد. واقعیت ها یه چیزیه که به من و هر کس دیگه تحمیل میکنن. بپذیریم که ترند های مختلفی میتونن شکل بگیرن و اینا حول پلتفرم معین خودشون میتونن نزدیک بشن به هم و این ترند های مختلف یه جایی اگر بتونن با هم هماهنگی کنن، ائتلاف کنن، کار مشترکی انجام بدن، تونستن. اگر نه با قدرت اجتماعی و توده‌ای که مردم یا قدرت دولت‌های خارجی قضیه فیصله پیدا میکنه. اونی که میخواد گذر کنه از جمهوری اسلامی اساساً اتکاش به جناحی از جمهوری اسلامیه. اونی که میخواد تنها خودش با قدرت نظامی و اتکا به سپاه پاسداران و ارتش و اینایی که آدمای خوبی هستن و دیگه از خامنه‌ای دفاع نمی‌کنن، بیاد از طریق اونا قدرت رو بگیره. اپوزیسیونی که ادعای دموکراتیزاسیون اون جامعه رو داره و میخواد اون جامعه نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ اقتصادی هم به عدالتی برسه که گشنگی نباشه، که نابرابری عمیق طبقاتی به این وحشتناکی که وجود داره از بین بره، اونا دیگه راه حل دیگه‌ای دارن. بنابراین این ترند ها رو باید فرض بگیریم وجود دارن، به اراده هیچ کس هم از بین نخواهند رفت. تنها راه اینه معظم هر جریانی، هر گرایشی، هر جنبشی سعی کنه برنامه ترند خودشو، جنبش خودشو بذار رو میز، افراد نزدیک به خودش و جنبش خودشو متحد کنه و در روزی که لازم میدونه یا شرایط بهش حکم میکنه با ترندهای دیگه یا میتونه هماهنگ بشه یا با زور، که اونم زور دو نوعش داره، یعنی یک زور اجتماعیه و یک زور دولت ها و رسانه های دیگه است، بالاخره طرف مقابل رو تضعیف میکنن و خودشون میان برجسته میشه. این اتفاقات خارج از این که من چی دوست دارم، چی علاقمندم، چی رو بهتر میدونم برای جامعه ایران، اتفاق خواهد افتاد و من اونجایی میستم که فکر میکنم عدالت خواهی، برابری طلبی، دخالت مستقیم توده مردم تو اون جامعه در تعیین سرنوشت خودشون میتونه فراهم بشه. اینجا هر کس باشه میرم در کنارش قرار میگیرم قاعدتا.
و تلاش میکنم این اتفاق بیفته. ولی نمیتونه یک سلطنت طلب با یک جمهوری خواه دموکرات حول یک پلتفرم جمع بشن. این زور نیست، نمیشه. دوران همه با هم گذشت. اون چیزی که اتفاق افتاد سال 57 حاصل یک توهم بود از یک طرف، از یک طرف حاصل یک اتفاقاتی بود که از سال بعد از کودتای 32 اون جامعه شکل گرفته بود. بالاخره اون دوره تمام شده. الان نگران اون نیستم من اون تکرار بشه، نگران اینم که ما هر کدوم نریم دنبال ترند نزدیک به خودمون و این پراکندگی همچنان ادامه پیدا کنه. من الان راحت‌تر میتونم با یک ترند جریان راست اگر واقعا منسجم باشه، حزب خودش داشته باشه، برم با اون وارد دیالوگ بشم ببینیم کجاها میشه کار مشترکی انجام داد. ولی الان هنوز اون شکل نگرفته. باید تلاش کرد تمام این شه ترند جناب شکل آستانگر. بگیره. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی متشکر از زوایای مختلف مطالبتون رو بیان کردین و خیلی هم جالبه که ما نظرات متکثر رو اینجا میشنویم از زوایای جمهوری خواهان و شما که از جناح چپ جنبش جمهوری خواهان هستید. ولی واقعیت اینه که عزیزان ما نهایت در ایران آینده نمیتوانیم همدیگر رو حذف کنیم. نه ما میتوانیم مارکسیست ها رو حذف کنیم، نه مارکسیست ها میتونن ما رو حذف کنن، نه جمهوری خواهان میتونن سلطنت طلبا رو حذف کنن، نه مجاهدین. همه ما جزء ایران هستیم و باید یک نوعی یک روابطی رو بین خودمون از الان به وجود بیاریم، لااقل در سطح گفتمانی بتونیم نظرات همدیگر رو بشنویم، گفتگو کنیم، بفهمیم و بتونیم لااقل همونطور که شما گفتین گروه های مختلف تشکیل بدیم، طرح‌های مختلفی، پترن‌های مختلفی تشکیل بدیم، گروه های مختلف برن با هم در واقع ائتلاف کنن یا متحد بشن و از درون این ائتلاف ها باز یه ائتلاف گنده تر صورت بگیره. در صورت ما هممون از ایران میایم و بچهای ایران هستیم. آینده ایران باید جایی باشه که همه ما بتونیم ادامه حیات بدیم. خیلی متشکر دوستان. همه سخنرانانی که قرار بود صحبت بکنن صحبت کردن. حالا می‌پردازیم به قسمت پرسش و پاسخ و طرح نظر. دوستان اگر سوالی دارن از سخنرانان که بفرمایند، اگر نه خودشون میتونن طرح نظر بکنن، نقدشون رو بگن و سعی کنیم در حد 3 دقیقه تا ماکسیموم 4 دقیقه نظراتمون رو به شکل خلاصه بگیم که بتونیم جلسه رو ادامه بدیم. الان من میبینم 4 نفر چیز گرفتن. من اینجا خواهش میکنم اگر بتونه نیک وزیری به من کمک بکنه و در اینجا من ببینم که ترتیب دستایی که بالا رفتن چه هستن. خوبه اگر دوستان با درود همایون جان، خسته نباشی. اول آقای امینی کرمانشاهی هستن، بعد جناب آقای دکتر رضا مریدی، بعد آقای مهدی ذوالفقاری، بعدش هم آقای امینی بیات. خیلی هم ممنون. و لطفاً بعد از این 4 نفر در چت شماره 1 رو بزنید که ما اونجا به شکل مشخصی میبینیم که ترتیب دوستان چه هستن. آقای امین کرمانشاهی بفرمایید عزیز. میکروفون در اختیار شما. در 3 دقیقه تا 4 دقیقه بفرمایید نظر. سلام و ارادت. اگر زیاد شد و خب زیاد رفتم منبر خمسش ها وقت میپردازم. ببخشید. حالا من یه سلامی هم خدمت جناب آقای آسنگران عزیز، همتبار کردم. من در شهر کرمانشاه مزاحم میشم. ببینید مباحثی که مطرح شد بسیار تکراری بود و تکرار مکررات و حرفایی که خود شماها بارها و بارها و بارها شنیدین و گفتین و بیانیه بدیم و نشریه بزنیم و گروه تلگرامی تشکیل بدیم و مانیفست بدیم. و ببینین عزیزان، ما اولین مشکلمان اینه که هنوز یک چیز خوب نمیشناسیم، اونم واژه‌ای به نام ایرانه. ایران هنوز یک پازل و معماست و هر کدام از ما فکر میکنیم با اینی که مثلا ایرانی هستیم یک شناخت بسیار خوبی از ایران داریم، در صورتی که واقعا این شکلی نیست. به خصوص
نسلی که من الان خودم دهه 70 ام، تولد 72 ام، یعنی الان 32 سالمه، نسل جدیدی که آمده پا به منصه ظهور گذاشته اصلا خیلی متفاوت تر از بچه‌های دهه 40 و 30 و اینها هست. حالا من دیگه نخواستم برم به زمان قبل از انقلاب. هنوز نتوانستم دوستانی که در برون مرزن یک زبان مشترک، یک فهم مشترک با دوستان درون کشور و برون کشور ایجاد بکنن. من الان می‌بینم جناب آقای مریدی عزیز فرمودن که ما داریم برنامه می‌نویسیم، در حال نوشتن برنامه هستیم. من پرسشم اینه، شما این برنامه برای کی می‌نویسید؟ آیا مردم ایران دانشجوان یا محصل مکتبن که شما بخواین براشون برنامه بنویسید؟ خدا شده آقای فاطمی زاده، ما با بچه‌های دهه 80 در درون ایران داریم کار میکنیم، گاهی وقتا استاد دانشگاه و معلم سر کلاس جلوی اینا کم میاره. حالا شما میکنه مسخره بکنین، باور نکنین، بگین آقا برو عقب کار دی حرفا. مثلا آقای بیات من میدونم، حالا آقای امین بیات چپگرا هستن و فکر بکنم این حرفی رو میزنم. ما عموما یک چند تا لغت داریم در دایره واژگانمان، یکیش بورژواست، یکی خرده بورژواست، یکی فاشیسته، یکی سایبری جمهوری اسلامی، یکی نمیدونم نوکر آمریکا و اسرائیل. وقتی هم که کم میاریم این لغات همدیگه عموما به هم ردیف میکنه. من دیدم در گفتگوها و دیالکتیک هایی که ایجاد میشه. اما راه حل، منی که خیلی بی سوادم و درون ایرانم و دانشی هم ندارم آنچنان، نخست شما بیاین کارگاه‌هایی ایجاد بکنین، کارگاه‌های خیلی کوچولو که مردم سالاری هم بندازین کنار. این واژه سالار خیلی خیلی اشتباهه، بگین مردم ساختار. و این مردم ساختار بودنه که از دلش لایسیته ایجاد میکنه. شما اول باید به نسل جوان در قالب کلیپ‌های 2 الی 3 دقیقه‌ای یک کلیپ‌هایی بسازیم، یا مثلا دوستانی که در خارج از کشورن معرفی. نسل جوان الان دیگه نسل کتابخوان نیستن. ببینید فرمودن آقای انور میرستاری، کتاب آقای شیدان وثیق به اسم لایسیته که امروز گفتم فوت شدن در جلوی دستم دارم و میخوانم و برای کارگاهی هم که دارم بچه‌های دهه 80 شروع میکنم خواندنش. این نسل هنوز با تفاوت بین لایسیته و سکولاریسم آشنا نیست. باید آموزش ببینه، باید بفهمه. به خصوص آموزش در درون ایران بسیار دست کم گرفته شده و چون شده یه آش شله قلمکاری، هر سایتی که شما ببینید مطالب بسیار پراکنده و همه هر کی هم از یک دم حرف میزنه و اینها، در نتیجه انسجام فکری و عمل فکری هم وجود نداره که شما عمل راهبردی هم وجود نداره که ما بگیم آقا یک چرش میگن یک تشکل مثلا با حداقل مثلا اشتراکات بخوایم ایجاد بکنیم. در نتیجه این سردرگمی است که ایجاد شده. این یک موضوع دوم. حالا یک مقدار دوست عزیز آقای کرمانشاهی شما 2 دقیقه دیگه هم صحبت کنید، مطالبتون رو تمام کنید. فاده شما بشم بازم شرمسار شما بیشتر از همین جان عزیزم، قربونت برم، شما استاد من هستید، جوان ایران هستید، بفرمایید این روی تم صحبت کنیم. امروز راجع به مدیریت دوران گذاره، بعد چه کار کنیم؟ یکی از مشکلات به عنوان یک جوان مبارز ایرانی چه فکر می‌کنید، چه پیشنهادی دارید؟ شما مگر جمهوری اسلامی است تا توانستین سرنگون بکنین که از تم مدیریت گذار دارین صحبت میکنید؟ بذارین مثال بزنم. من 7 سالم بود با پسرمون میرفتم مدرسه. اون زمان این بنزای الیگانس، بنزای 2 تا چراغ داشت اینا. تو ایران ماشین خیلی چیز بانک تجارت گذاشته بود واسه قرعه کشی. بعد روی قسمت بالایی هم نصب کرده بودن و اینها. بعد من و پسرمون رفته بودیم یه 2000 تومان تو اون سپرده قرض الحسنه گذاشته بودیم که به امید اینی که فردا اینو میبریم. من رفتم لنگ و ابر خریدم، اون رفت تاید و ریکا و اینا خرید که فردا اگر این ماشین خریدیم و اینها من بشم راننده، اون مثلا بشینم مثلا بشه 7 سالمانم بود بشم مثلا شاگرد راننده و اینا. کلی هم اواسط را دعوامان شد، معذرت ما فوشه رکیک هم به همدیگه دادیم، آمدیم پیکار ما، در صورتی که نه ماشین ما افتاد نه ما برنده شدیم و اینها. ببینید شما هنوز الگویی ندارین، قدرتی ندارین که جمهوری اسلامی بتونید سرنگون کنید. جمهوری اسلامی یک قدرت بسیار قدرته، بسیار گردن کلفته. اصلا شما الان چه برنامه‌ای دارین برای مرحله اول؟ مرحله اول براندازی به ما بگید.
اینه که مردم میان تو خیابان. وقتی نداریم خب دیگه، خب وقتی شما الان گام اول بر نداشتین چطور میخواین از گام دوم صحبت بکنین؟ این یک. اما بخوام در مورد همون تم شما صحبت بکنم، شورای مدیریت گذار، تو 30 ثانیه میگم. من باورم اینه با توجه به اینکه فساد در درون کشور و درون اخلاقیات مردم نهادینه شده و ما مثلا 10 سال پیش میرفتیم تو یک اداره میخواستیم یک کاری بکنیم، مثلا 2 میلیون تومان میدادیم به خاطر که رشوه بدیم، یک کار غیر قانونی میخواستیم ببریم جلو. اما الان انقدر تورم گرانی شده که شما برای انجام یک کار قانونی باید رشوه بدید. در نتیجه فساد اصلا سیستماتیک که نه، اصلا ژنتیک شده. راه حلش چه چیزیه؟ من باور دارم که برای مدیریت گذار در درون ایران، الان میدونم همتون ناراحت بشین از این حرف منو، ما نیاز به یک دیکتاتوری 3 ساله تا 5 ساله داریم، مثل دوران شیمی درمانی که یک بیماری سرطان کامل گرفته، ما ناچاریم که بیایم این سرطان‌های از بدنی خارج بکنیم. بخشید دوست عزیز جناب کرمانشاهی، شما 7 دقیقه صحبت کردی. من پیشنهادی برای شما دارم، اگر آمادگی داری برای جلسه بعد شما یکی از سخنران‌ها باشید. مطالب بسیار مهمی رو در نظر گرفتید. شما دارم، بنده سوادی هم ندارم میخوام سخنرانی بکنم، فقط از محضر من مرخص. بازم شرمسار شما هست. خیلی ممنون عزیز. اجازه بدین جناب دکتر مریدی، نیک عزیز، اجازه بده یه نکته رو بگم. در صحبت‌های تاکنونی هم مطرح شده که این سندی که آقای دکتر مریدی به شکل پیشنهاد مطرح کردن به مسئله سرنگونی یا عبور از جمهوری اسلامی نمیپردازد، در مورد دوران گذار صحبت میکند و بعضی از دوستان میگویند که ما تا زمانی که حکومت را سرنگون نکنیم این صحبت ها بیفایده است یا زودرسه. ولی عزیزان یه مثال قدیمی هست، حالا شما بهتر میتونید، من تصمیم میگم قبل از اینکه منار میخوای بدزدی اول برو پیدا کن چجوری چالش کنی، چجوری قایمش کنی. ما هم یک بار تجربه 57 رو داشتیم، همه سر مسئله شاه مخالف بودیم و رفتیم به جلو، شعار سرنگونی دادیم و چون برنامه از قبل نداشتیم به شکست، به انقلاب، به انحراف کشیده شد و الان هم ما دوباره در مقابل یک شرایط تقریبا حالا از بعض نقطه نظر شبیه هستیم، از اون نقطه با یک نظام فاسد روبرو هستیم و میخوایم از شرش خلاص بشیم، ولی آلترناتیو پرقدرتی وجود نداره و بانگه سرنگونی جمهوری اسلامی توسط مردم یا آلترناتیو فروپاشی خودش به دست خودش یا به توسط از طریق جنگ و غیر ذالک آپشن‌های دیگه است. با شرایطی که من میبینم در حال حاضر، چون هیچ حزب و هیچ جبهه متحدی وجود نداره، آپشن‌های دیگه بیشتر احتمال داره که اتفاق بیفته، یعنی فروپاشی بشه، کودتا بشه، جنگ بشه و غیر ذالک. اتوماتیک این رژیم جمهوری اسلامی مثل یه سیب گندیده بیفته. اون که ما مردم به شکل کلاسیک برن و در شهرهای مختلف قیام بکنن و رژیم رو بگیرن و سرنگون بکنن، اونم یکی از سناریوهاست. اتفاقا از من اون سناریو از همه بهتره، ولی با شرایطی که موجود هست این احتمالش خیلی کم هست. ولی برای ما، برای همه افراد که هر حرکتی رو بخوان انجام بدن، باید فکر کنن که آقا چه برنامه‌ای داریم و سناریوها چی است و لااقل چند تا پلان داشته باشن تو جیبشون که اگر این سناریو اول شد چه کنیم، سناریو دوم شد چه کنیم. در هر صورت فکر کردن، برنامه ریختن هیچ موقع اشکال نداره. به قول آلمانیان نصف زندگی برنامه ریزیه. این اکسپرشنی که آلمانیان میگن نصف زندگی برنامه ریزیه. و من برای کنفرانس 8م که احیانا رو همین تم خواهد بود، همونطور که نیک عزیز گفتن، از شما خواهش میکنم به عنوان یه سخنران بیاد. شما صدای جوانان ایران هستید و ما هم خیلی دوست داریم، هم جوان هستی، هم در ایران هستی، هم کرد هستی، خلاصه چند تا خاصیت داری که لااقل من ندارم. یک کلمه جمله میخوای بگو بعد بریم نفر بعدی. اینه که ما صداقت با هم لطف کنید به دیگران هم وقت بدید، خواهش می‌کنم. اجازه بدیم. بله جناب دکتر مریدی بفرمایید. خیلی خیلی متشکرم جناب فاطمی زاده و بقیه دوستان. من فقط خواستم از جناب
پوروندی هم تشکر کنم در کنار بقیه دوستان که اون متن رو به دقت مطالعه کرده بودن و ببخشید تصویرها مثل که قاطی شده نه؟ نه نه تصویر درسته شما جناب هست، مریدی، صداتون هم هست، بفرمایید. بفرمایید. سلامت. بله جناب پوربندی 4 تا به سه سوال از من مطرح کرده که من با اجازه به سوالات ایشون سعی میکنم پاسخ بدم. سوال اولشون بود که در اون متن صحبت از زمان مقتضی شده، ولی این زمان مقتضی قید نشده که چه موقعی هست. این زمان مقتضی درست کاملا قید نشده و دلیلش هم این است که خب ما الان نمیدونیم که این حکومت که ساقط میشه، این دولت گذار باید در لحظاتی که دولت به اصطلاح فعلی داره کنار میره به نحوی به شکلی، اون موقع باید به اصطلاح تعیین بشه. از همین امروز طبیعتا نمیتونه تعیین بشه، یا شاید اونهایی که میشینن و این تفاهم نامه رو امضا میکنن هر وقتی که اونها صلاح بدونن که موقعش است که دولت گذار رو تعیین کنن، خب تعیین میکنن. بنابراین زمانش بعد فعلا مسکوت مونده. بعد فرمودن که در ماده 19 رئیس دولت و رئیس کشور مطرح شده و معلوم نیست که این رئیس کشور رو چه کسی انتخاب میکنه. عرض کنم که ما داخل جزئیات تا اونجا که سعی کردیم نشیم، ولی معمولا در سیستم های پارلمانی که دو مقام رئیس کشور و رئیس دولت دو مقام کاملا مجزا از هم هستن، رئیس دولت رو در واقع پارلمان تعیین میکنه، به این معنی که رهبر هر حزبی که در پارلمان اکثریت کرسی ها داره میشه نخست وزیر، و رئیس کشور هم معمولا خود پارلمان انتخاب میکنه یک فردی که به اصطلاح فرد حالا غیر حزبی معمولا هم هست. اون کسی هم که رئیس کشور میشه کاملا فرد غیر حزبی هست. مثل سیستم آلمان به عنوان مثال، یا سیستم اسرائیل، یا سیستم هندوستان، یا سیستم پاکستان در همسایگی ما، رئیس کشور رو پارلمان انتخاب میکنه و اون فرد هم کاملا فرد غیر حزبی هست. بعد فرمودن که در مورد طیف وسیع، البته این متن در یک جایی صحبت از جمهوری خواهان میکنه، ولی اگر واقعا جمهوری خواهان این رو امضا بکنن و با هم به تفاهم برسن، خب میتونن این رو به پادشاهی خواهان و دموکراسی خواهان و مشروطه خواهان هم میتونن ارائه بدن اگر خواستن اونها هم در یک همچین حرکتی سعیم بشن. و به درستی جناب فاطمی زاده مطرح کردن، همین الان هم تاکید کردن که در ایران آینده ما هیچ گروهی رو نباید حذف بکنیم. ایران وطن همه است و همه حق دارن در سیستم دموکراسی و دموکراتیک ارزندامی بکنن و شرکت بکنن به نحوی که مردم تاییدشون میکنن در مدیریت کشور. بنابراین راه برای اونها هم بازه. یعنی اگر مردم در قانون اساسی به عنوان مثال قانون اساسی دموکراتیک مردم بگن که ما میخوایم کشورمون پادشاهی باشه، خب اون پادشاه میشه رئیس کشور، طبق سبک مثلا همین کانادا یا سبک انگلستان یا سبک سوئد و بلژیک و هلند و غیره. و تازه سوال بعدی این خواهد بود که مجلس مؤسسه وقتی همچین چیزی رو اگر تصویب بکنه بگن خب این پادشاه چه کسی میتونه باشه، باید بریم به پادشاهی پیدا کنیم. خب اونم یه سوال بعدی خواهد بود البته. بعد نکته بعدی که سوال بعدی که ایشون مطرح فرمودن، من یادداشت کردم، فرمودن که این شورای هماهنگی باید از داخل باشه. کاملا درسته، باید داخل و خارج در واقع ما نداریم، همه ایرانی هستیم و همه باید در این حرکت سعیم باشیم. ولی از اونجایی که در خارج نشینان به اصطلاح دستشون بسیار بازه برای همچین حرکتی، اگر خارج نشینان بتونن در یک همچین حرکتی دور هم جمع بشن و یک همچین تفاهمی رو به عمل بیارن، من قطعا میدونم که داخلی ها هم به اون به اصطلاح وصل خواهند شد و قطعا یک شورای به اصطلاح مرکب از داخل و خارج، شورای ایرانیان دموکراسی خواه، باید به این ترتیب به وجود بیاد که مسئولیت اداره کشور رو در دوران گذار به عهده بگیرن. من فکر میکنم همه سوالای جناب پورمندی رو جواب دادم. در خدمت دوستان هستم اگر سوالی باشه. ممنونم. متشکرم جناب. صدای شما رو نداریم. بله، نفر بعدی نیک عزیز کی هستن؟ نفر بعدی جناب آقای مهدی ذوالفقاری هستن. بفرمایید جناب. همون جان، مثل که پیامی اومد تو تلفن من
که وقت زوم تموم شده. اگر وقت گرفتی نگاه کن، دقت کن و تمدیدش کنی. خیلی متشکرم. ایسه دارم من. صدای من هست دوستان؟ اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید.